سلام دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند، علاقمندان زبان‌های خارجی، یکی شما رو به افیر نوبتی امروزه خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. درسی 31 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time 2. Hello everyone and welcome to our channel دنیای زبان ها or Language World. بلکسی سلام که یکم لایک و علیکم سلام، خوش آمدین بلکسی. تشکر زیاد برای آمدنتون. من فکر کردم کسی نمیاد چون که کنکورس رفته در بعضی کانال ها، با همه خاطر گفتم یک میکشم میبینیم یکم کس آمد شروع میکنه آمد، خب قطعش میکنیم. خب الحمدلله که آمدین. یگان تیجه دیوم لایک، تشکر زیاد. یگان تیجه سلام آمده و علیکم سلام، خوش آمدین. خب طبق درسی گذشته present continuous را تمام کردیم و امروز میگذاریم در یعنی هم present continuous و هم simple present simple، یعنی فرقیت این دو را در اینجا برای دیگر برای ما و شما تأکید میکند، میفهماند و ما و شما باید فرق کنیم که کدامش present simple است و کدامش present continuous است. خب سمیت جغرافی پنجم لایک، سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین. سمیت جغرافی تشکر زیاد برای آمدنتون. ولی خیلی گفتیم present simple یعنی زمانی حاضره ساده و present continuous زمانی حاضره دوامدار. خب چند نفر است؟ 4 نفر. بیستیم یا که شروع کنیم. سمیت جغرافی خوش باشین معلم، سلامت باشین. کنکورس نرفتین؟ سمیت جه کنکورس بفرم رفته است. من دیگه افیرم آمادگی افیرم داشتم دیگه چی نکردم، نرفتم. اما چیش برومد صاحبشه نمیگم اویدملینش برومد که افیر سرشت است. میتونین در افیر اشتراک کنین، در کنکورس اشتراک کنین. این افیر مو قدر مهم نیست، یعنی بعد میره تماشاش کرده میشه. خب حاجی زیارت سلام و علیکم سلام، خوش آمدین حاجی زیارت. سینه تجربه رفتن باز آمدم گفتم لایک مونم. فهمم. تشکر زیاد، سلامت باشین. خوب میتونین که از پای کاربردتون شین. تشکر برای لایکتون. حاجی زیارت کلوچ بده. حاجی زیارت با فیلم باری اول از اشتراک دارین. درس زبانی انگلیسی است. خیلی سازی خوبی، شکری خیلی سازی خوبی. ششم لایک، تشکر برای لایک دوستی عزیز. خب دیگر شروع میکنیم. فرقیت present simple or present continuous در رسم یک نگاه کنیم. میگوید this is strange. strange یعنی بیگانه، اجنبی، غریب، عجیب. خب یک جو صورتش گرفته بدم یک لحظه. بد است. خب strange بیگانه، اجنبی، برون مرزی، خارجی، ناشناس، غریب.
مثلا he stood in a strange street وای در کوچه ناشناس می ایستاد. عجیب، شگفت، شگرف، شگفت انگیز، عجایب و غرایب، غیر عادی. خب در اینجا عجیب است، یعنی در این کتابی که این حال موضوعی که ما هست عجیب است. به خاطر چی؟ یعنی اجنبی بیگانه در اینجا معنا داده است، اما معنای اجنبی و بیگانه رو ندارد در اینجا، چون که توتی زوی رو میشناسد، یعنی میشناسد که وای زوی هست، یعنی بنابراین در اینجا به معنای عجیب غریب است. برای چی عجیب و غریب گفته شده است؟ دوامش رو نگاه میکنیم. زوی usually gets up at 7 o'clock، یعنی زوی طبق معمولا وای ساعتی 7 میخیز از خواب، یعنی ساعتی 7 میخیز از خواب. It's 8 o'clock now، یعنی ساعت 8 است الحال. And she's sleeping، و وای خواب است. مثلا مقصد وای ساعت 7 میخیز، ساعت 8 است، حالی هم خوابیده است. نگاه کنیم gets up از جمله present simple است. gets up از یک قلم بگیریم. خب در اینجا gets up جمله از جمله فعلهای چی است؟ present simple است. اما she's sleeping از جمله فعلی present continuous است. خب نگاه کنیم اینجا she's اما is در اینجا چسبیده است در این she's sleeping مثلا. خب حاجی زیراد نمر تلفن روی کن چی باید تنجیبت حاجی زیراد میتونین در اینستاگرام با ما پیوست شوین، اگه سوال پیشنهاد داشته باشین میتونین در اینستاگرام نویسین یا در همینجا نویسین، اگه گفتنی داشته باشین بنویسین. ما بلاگر تجه هفتم لایک تشکر زیاد. ما بلاگر تجه همه کس سلام خوش آمدین، همه کس و علیکم سلام. شما نیز خوش آمدین. تشکر برای دستگیریتون، برای لایک گذاشتنتون. خب یعنی مقصد گفت که این عجیب است، غریب است، عجیب است. برای چی عجیب است؟ زوی مثل هر وقت ساعت 7 از خواب میخیز، حاضر باشه ساعت 8 است اما وای خواب است، یعنی خوابیده است. مثلا sleeping خواب رفته است، یعنی خوابیده است مثلا. خب در رسم دیگه نگاه کنیم. میگوید Dave always goes to school at 8 o'clock now and Dave's playing basketball. یعنی Dave مثل هر وقت، مثل همیشه، مثلا always گفته همیشه، مثلا با مکتب میرفت ساعت 8 اما ساعت 9 هست. خب it's 9 o'clock now، یعنی الحال ساعت 9 هست. and Dave's playing basketball، و وای حاضر بسکتبال بازی دارد. حاجی زیراد نامروی روی کن. حاجی زیراد اون گپ داشته باشیم اینجا بنویسیم. خیلی شرط نیست که مثلا رقم روی کنیم، اون گفتنی داشته باشیم اینجا بنویسیم. اگر سوال شخصی داری، اگر پیشنهاد شخصی داری، اگر گفتنی خاص داری، مرحمت در اینستاگرام بدرو نویس. اینستاگرام در دنیای زبان ها. خب رسمی سه رو نگاه کنیم. Brain usually wears trousers but today he's wearing shorts. یعنی میگه Brain عادتا معمولا شیم میپوشید. خب trousers یعنی شیم میپوشید. But today he's wearing shorts، یعنی لیکن امروز وای شورت پوشیده است، یعنی همون شیم کوتاه به زبان روسی مثلا شورتی پوشیده است. خب در اینجا نیز wears فعل present simple است و he's wearing is wearing یعنی present continuous. خب رقم 4 you are playing a game یعنی شما بازی دارین. خب شما بازی دارین. You aren't at school. Why؟ شما در مکتب نیستین. برای چی؟ شاید درس ریزی کردین. و today's a holiday کارکی. میگه امروز روزی استراحتی است کارکی.
there is no school یعنی امروز مکتب نیست مثلا مکتب نیست there is no school یعنی مکتب نیست مثلا ترجمهش می شود. حاجی زیراد برادری عزیز رقم تلفن نوشتین چون رقم تلفن من گفتم که اگر چی گفتنی داشته باشین همینجا نویسین اگر مثلا مسئله شخصی باشد میتونین در اینستاگرام خط کنین. خب present simple فرقیتی بین present simple و present continuous. دسترخوان زیبا سلام و همه و علیکم سلام. دلشاد تجه 8 لایک معلم تبریک 700 شدید سلامت باشین. بله 700 شده به دستگیری دوستان. دسترخوان زیبا چی حال دارین همه کسا شکر ساز. دلشاد تجه بخشش معلم دیر کردم بخیر از هیچ کنم یک خوش اومدین. خب نگاه کنیم present simple یعنی فرقیت بین present simple و present continuous رفته است. جمله های present simple رو نگاه کنیم. دلشاد تجی خرسک سلامت باشین. بلکسی تبریک که 700 پدپیس چک شدین تشکر سلامت باشین سلامت باشین انشالله 1000 میشهید انشالله نصیب. فرقیت present simple present continuous. خب جمله های present simple رو بگیریم. She gets up at 7 o'clock every day یعنی مثلا وی هر روز ساعتی 7 از خواب میخیزد. این بود جمله present simple یعنی زمانی حاضره ساده. اما زمانی حاضره دوامدار رو نگاه کنیم. She's sleeping at the moment یعنی وی عین زمان خواب است یعنی عین زمان خوابیده است مثلا. فرقیتش رو نگاه کنیم. He always goes to school at 8 o'clock یعنی وی همیشه ساعت 8 به مکتب می رود. خب در اینجا he's playing basketball now یعنی وی بسکتبال بازی دارد حاضر. Zoe, Brain and Dave like board games یعنی زوی، برین و دیو بازی های تختگی رو روی تختگی رو مثلا دوست می‌دارن. بازی های تختگی شاید که همون مثلا چی رو در نظر داشته باشد، یعنی ششک، شهمات، شاید با مثل همین رو در نظر داشته باشد. بارد یعنی تخته میشد، گیمز بازی میشد. Use the present simple to talk about routines, things you do regularly, or facts, things you like or hate. مثلا میگوید present simple رو use the present simple رو استفاده کن برای گفتن درباره روتین. گفته یک چیزی که ما همیشه انجام میدیم. روتین یعنی مثل در فارسی هم به فیلم روتین میگن، در تاجیکی نمیدونم چیش میگن، یعنی از روی عادت هم رو هر روز انجام میدیم. مثلا things you do regularly یعنی چیزهایی که تو regularly یعنی معمولا انجام میدهی. or facts یعنی که دلیل ها، مثل things you like or hate، یا که درباره دلیل ها، فکت ها که مثل بعضی چیزهایی که تو بد میبینی یا که دوست میداری. مثلا همینجا یک چیز را خاطر رسان کنیم که چیزهایی را که ما بد میبینیم یا دوست میداریم ما نمیتوانیم که با present continuous ifade کنیم. مثلا گو که I liking you یعنی من تو حاضی پسندیده استم یعنی دوست داشته استم. مثلا یا که I hating you یعنی من تو بد دیده استم حاضر. یعنی اینها فعل های هستن که I like you من تو نغز میبینم دوست میدارم. مثلا یا که I hate you مثلا من تو بد میبینم دوست میدارم. یا که I hate him من وای رو بد میبینم مثلا. یعنی حاضر نه عموما مثلا بد میبینم. همین فعل ها در present simple میدونه. Use the present continuous to talk about the things we are doing now. و present continuous رو استفاده برای گفتن درباره چیزهایی که ما عین زمان انجام داده ایستاده‌ایم. Use these verbs in the present simple only. Hate, love, like, now. یعنی میگوید این فعل ها را تنها در زمان
ҳозираи содда истифода барем. Яъне кадом феълҳоро? Яъне hate бад дидан, love дӯст доштан, like писандидан, know донистан, шинохтан. хоб ҳамин феълҳо танҳо дар замони present simple яъне замони ҳозираи содда ба кор бурда мешавад. خب کی باشد؟ میگذارم در قسمت تمرین ها. Look, read and write یعنی نگاه کن، بنگر، بخوان و بنویس. Usually یعنی معمولا بسیار وقت. خب Zoe's dad usually drives his car to work. یعنی پدر زوی معمولا ماشین میراند برای به کار رفتن. To work به کار رفتن. خب در درون قوس مثلا drive آورده است، شخص سوم drives میشود. Today he is riding his bike. Right یعنی فعل در درون قوس Today he is riding his bike یعنی امروز وی دوچرخش رو رانده ایستاده است. خب فیروزه جواب را سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. رقم 2. خب Lexi brain usually eating خب نادرسته که Lexi به خاطر که usually همراهی فعلهای زمانی ساده می آیند. فیروزه جبار و خوشوقت و سلامت باشین. تشکر زیاد اپای فیروزه. Lexi دویم is eating. اوکی Lexi نه نادرسته. یک نه. وقتی که today آمد today امروز میشود. وقتی که امروز آمد یعنی امروز خورده است مثلا. اما usually یعنی بسیار وقت میخورد که آمد و علاقه فعلی زمانی حاضره ساده است مثلا زمانی present simple. خب در جمله یکم present simple استفاده میکنیم همین فعل it را present simple. در جمله دوم present continuous استفاده میکنیم. خب Lexi دوم it. خب it یک حرف دیگه اضافه کنیم توری میشه. یک حرف یعنی برای شخصی سوم ما چخیل میگیم که وای میخوره. برای شخصی سوم حاجی زیارت رقم تلفن نوشتین دیجا گفته بودم میره 925 835 32 09. بله ناو درست شد که Lexi ناو درست شد یعنی ایت می شود. خب ایت می شود. بله درست.
خب Brain usually eats an apple for breakfast. یعنی brain معمولا عادتا سیب میخورد در صبحانه، مثلا در تعامی پگاه روزی. Today he جمله دویمه که مونیسا تیوی دهم لایک، تشکری زیاد. دلشد تجه دویم ایتس، بله ایتس می شود. یکم جمله ایتس می شود، اما دویم جمله چی؟ Today he Today he is eat. خب کم ترک دیگه کوشش کنین. دل شده جه today he eat banana نادرسته. دیوم جمله زمانی حاضره دوامداره. خب در این مسئله کم ترک مشکلی کشیده استیم همه کسا. خب یک چیزی را میخوام برای شما بیان کنم و بعدا میگذاریم باز با کتاب. دوستانی عزیز نیا کنیم. زمانی حاضره ساده present simple، زمانی حاضره ساده present simple و زمانی حاضره دوامدار present continuous. یعنی که present simple ما از روی عادت همون کارا میکنیم، یعنی یک هفته پیش انجام دادیم، امروز انجام میتیم، پگاه انجام میتیم، یعنی از روی عادت انجام میتیم. اما present continuous یک بار انجام میتیم، یعنی همون را ما حاضر انجام دادیم یا که امروز انجام میتیم مثلا. فهمو؟ اکنون فرقیت رو نگاه کنیم. این یعنی قسمت بولوگی مثلا works، این چی است؟ present simple است. present simple جانشین های I, you, we, they فقط فعل میگیرن. work، eat. خب در اونجا eat بود حاضر. eat، work. اما شخصی سیوم eats میگیرد. eats یا که works. he, she, it شخصی سیوم است در گراماتیک جانشین های شخصی سیوم. یعنی که به شکل مختصر ساده همین است که زمانی حاضره ساده جانشینی های I, you, we, they فقط فعل میگیرن، تمام. اما شخصی سیوم فعل همراهش یک s. eats، works، walks، watches. خب اما present continuous چی؟ present continuous جانشینی شخصی یکم یعنی I میگیرد، he, she, it is میگیرد، you, we, they are میگیرد. مثلا I am working، من کار کردستم، حاضر یعنی. مثلا I am talking، من گپ زدستم. I am speaking، I am teaching، من درس دادستم. He is listening، وای گوش کردسته. She is watching، وای تماشا کردسته. You are listening، شما گوش کردستین. You are watching، تماشا کردستین. We are working، ما کار کردستیم. They are working، اونها کار کردستن. این است ساده present simple و این حاضره دوامدار present continuous. خب میرویم سراغ کتاب. رقم دو را کار کردیم. Brain usually eats an apple for breakfast. یعنی وی از روی عادت معمولا در صبحانه سیب میخورد. اما جمله دوم today he is eating a banana. وی امروز بنانا خورده ایستاده است. خب سه نفر موند.
یک نفرش خودم. دو نفر دیگرش کی باشه؟ خب رقم 3 را کار میکنیم. 3. Today he's eating a banana. بله درست شد. دلشوتجه بهترین. رقم 3. Vicky and Zoe usually. خب جای خالگی ده چی میآید؟ Vicky and Zoe usually wears jeans. خب در اینجا wear می آید کی دلشوتجه. به خاطر چی wear میاد؟ به خاطر که دو کس شده لکه ویکی زوی. وقتی که دو کس شد اونها به معنای آنها است. آنها در زبان انگلیسی they. خب یعنی نگاه کنیم وقتی که دو کس شد they میشه. They work. فقط فعل میاد تنها فعل میاد. یعنی ویکی and Zoe usually wear بدونی s. اگر he she it باشد بعداً wears میشد. wears. خب بله we are now نوشتین درست. یه 15 میگران. سلام استاد و همسینفو. و علیکم سلام. خوش آمدین اپای 15. تشکر زیاد برای دستگیریتون. خب جمله دوم چی؟ جمله دوم today they. خب جمله دوم Lexi سیوم usually wear. بله wear می شود درست. تشکر زیاد. یازدهم لایک جان سوختم این شروع نمیسوزد. دلشوت جه today they wear dresses. They wear dresses. Today they خب they یعنی امروز یعنی من همینجا هستم درس میدونم کم گپ میزنم و خیر است انشالله. خب لکسی today wearing. خب نادرست های لکسی دلشو تجه نادرست. خب کم ترگه گپ فکر کنین. یه 15 بسیار سخن نمیکنم. شما در اجازه در پای 15. سمیه سلام 15 خوار جان خوبین. یه 15 کم بیش باین با کم گپ میزنم. بخیر است انشالله. خب today they دلشو تجه کی لکسی today they are wearing. بله بهترین لکسی تشکر زیاد. دلشو تجه today they are wearing میشه کی دلشو تجه they are wearing dresses. چخیلی که لکسی نوشتم. خب اینجا را کار کردیم. رقم 4 they are wearing. بله درست شد بهترین. اپای سمیه کنکورس تموم شد چی؟ کی برید؟ کلوجدار نطاف سودن خوش آمده گویان. خب سمیه تجه نه حالا. خب Lexi Zoe usually drinks orange juice in the afternoon. بله درست شد بهترین. بلکسی درست. من کلام پوشیدگی ندارم آدم کنکورس و خیر ما هم خیلی میخواستم اشتراک کنم اما در وقت افیری ما طور گرفتگی. خب خیر است انشالله. Zoe usually drinks. بله دلشوتجه بهترین درست. drinks بله درست. استاد بهترین شاگردا دورده.
بله بله بهترین. چی وقت بهترین به نظر شما پای پنزه؟ چی خاصیتی خوب دارن، چی خصوصیتی بهتر دارن؟ دلشوت تجه she's drinking milk today she's drinking milk. بله دلشوت تجه بهترین انا موضوع را علاقه فهمیده استین. خب رقم 5 اینا با وظیفه تیت خودتون دویده رفته بیاید من همینجویم. من میخواستم که کار کنم مثلا که سوال جواب میکنه میخواستم در سوال جواب اشتراک کنم اما وقتش برام مناسب نیست. کی بیام شد لکسی همینجا. بله اینها یکی از دوستانی هستن که خو کنکورس باشه خو چیزی باشه نباشه همینجا هستن. خب ما با یکون زیدیتی با یکون کنکورس با یکون افیره اون کس ندارم یعنی گپ شمیمون که همیشه همینجا هستن مثلا و خفه هم نیستیم که برای کنکورس دا اشتراک کنن بعدا ویدیو رو بعدا تماشا کنن خفه هم نیستیم زیرا که وای کنکورس یعنی کنکورس های انگلیسی. خب پنجم the boys usually پنجم the boys usually play football. The boys usually play کی دلشو تجه usually play football. درست تمام درست. The boys usually play. بله درست لکسی درست بهترین. ابول باشه هم نام شما سازیم تنجه بازار هم نام کارتان کنید خود رو شکر ساز. دلشوت جه today they are play tennis. Today anami today اگر اصلاح کنید today they are play دلن اون play تغییر بتین تمام. بلکسی رحمت که سلامت باشین. خب من همینجا نگاهشون میکنم دو میمونشون استاد کارخانه همنام. خب بلکسی today they are playing tennis. بله کی بلکسی playing میشه. بله درست بهترین. خب یک اینجا رو بگیریم ساعت چند 6 ساعت نه چیل. خب اینجا رو میگیریم read and write answers یعنی بخون و جواب ها رو بنویس. دلشوت تجه اپا ما برای دستگیری میایم میخواهیم که تز و نتیجه معلم گریان شود در که جای اگر معلم سپانسر شود میریم همونجا. سلامت باشین تشکر زیاد. دلشوت تجه عذر استاد من قطعی دوستم صحبت کردیم مایل شما گپ زدم میگه بحث دلشوت تجه playing. بله playing میشود. ها استاد کمودا سپانسر شوید اپای 5 یکون کنکورس تشکیل کنید سپانسر شین شما 1000 گذشتگی دیگه بتونه که سپانسر چی یکون کنکورس تشکیل کنید. شاگردون مهمانی ما شوند. بله همین کنکورس فیل کسی نگون چی تشکیل کنیم نگون کنکورس یا اون کسی تشکیل کنیم اشتراک کنیم اپای 5 شما تشکیل کنیم ما اشتراک میکنیم. دلشوت yes he is. دیون yes he is. no he isn't. always thinking من جرا روسی نخوندم یک لحظه. راستی میگم پول قطعی سر و کار نگیرم. فهمه من همی فکر شما بریم نمیخوام که سر و کار با پول گیرم. Read and write answers. Does Zayas that usually ride his bike to work? No, he doesn't. درست. Is he riding his bike to work today? Yes, he is. بله درست. رقم 2. Does Brian usually eat an apple for breakfast? رقم 2 کسی جواب داده بود. لکسی no, he isn't. خب مرا در یادم نیست که
have would your neighbor. خب کدومش باشه مهم از روی گراماتیکی درست باشه تمام. از روی گراماتیکی درست باشه تمام. سمیت جه معلم من در کنکورس چی؟ معلم من در کنکورس نیستم. کمیتره بولار. معلم من در کنکورس نیستم گوشون میکنم. فهمو. لولا افای لولا سلام به همه. منم برای دستگیری میدرایم وقت لیکن نمی نویسم. تشکر زیاد افای لولا. تشکر زیاد برای دستگیریتان. و علیکم سلام. دلشو تجه yes he does. خب لکسی دویم yes he does. No he isn't. خب بله اینجا دو نمود جواب است. یکی جوابی زمانی حاضره ساده هست، یکی جوابی زمانی حاضره دوامدار. خب دویمه بلکسی نوشتن که yes he does. دویم بله yes he does می شود. دلشوت جه no he isn't. no he isn't می شود بله برای که زمانی حاضره دوامدار است. تشکر زیاد. خب رقم 3. Do Vicky and Zoe usually wear jeans? Do Vicky and Zoe usually wear jeans? خب از پیش خودتون یکان جواب بگین. مهم گراماتیکیش درست باشه. مهم است که او بالا چی گذاشت. به خاطر صحیفه را بالا ته نبریم نیاریم. Yes they are. خب کی دلشو تجه yes they do می شود. yes they do به خاطر که این زمانی حاضره ساده است. یکم جملهش no they aren't. انا این دویمش درسته. no they aren't درسته. are they wearing jeans today? no they aren't. خب انا ایش درسته. سیوم yes they do بله درست شد. بهترین. رقم 4. Does Zoe usually drink milk in the afternoon? آیا زوی در نصف روزی شیر می نوشد؟ عادتا معمولا. خب دیل شده no she doesn't. بولوگی ها بله درست. no she doesn't. no she doesn't درست بله بهترین. is she drinking milk today? is she drinking milk today? خب جواب ایراد نیستین. yes she is بله درست شد. بهترین. علاقه فهمیدستین فرقی بین زمانی حاضره ساده و زمانی حاضره دوامدار رو. بهترین. رقم 5. رقم 5. Yes they do. رقم 5. Do they boys usually play football? Yes they do. خب درست بهترین. Yes they do بله درست. خب are they playing football today? خب جواب no they aren't بله درست. no they aren't درست. دل شده رقم 5 بوده. 5
No, they aren't lazy. بله درست. خب در همینجا چکنیم اکتفا کنیم. من بس باشم که یک صحیفه، دو صحیفه. خب دو صحیفه دیگر اینه با درس دیگر میمونیم. با درس دیگر میمونیم. در همینجا درس امروزه به پایان رسید. خب یگان پیشنهاد گفتنی داشته باشین مرحمت بفرمایین. اگر به شرط نباشه بعدا افیر خاموش میکنیم. آخر سمیو تجه چند شدین شما؟ خب باز من هم لیستم مشکم لیستی پادیش کرد بفری نوبت شما بود. چهارصد و شصت و سه بهترین. 463. خب امروز چندم است؟ امروز 25. خب 3 روز دستگیری کردیم. دستگیری شاید کرده باشن که یعنی اعلام کردیم، مقصد اعلام کردیم که نوبت اپای سمیه تجه رسید بود. خب خدا کرده باشه که دستگیری کرده باشن. و به همین فکر میکنیم که جنبستش میکنیم به خاطر قدر دستگیری ساز نشد. یعنی ما خواستیم که یعنی از همون چند نفره که نامشون نوشته بودیم یعنی همه روزه دستگیری کنن و یعنی تیسر به هدفشون برسن، اما قدر دستگیری خوب نشید. یعنی این پدیرشگاه قدر خلاصه براری خوب یعنی قدر نتیجه خوب نداد. به فکری من باشه اگر قدر نتیجه خوب نداد. خب بعد از این 2 نفر دیگه مونده است، آشخانه با بسم الله و اویله تاجیک در مسکو. یعنی آشخانه با بسم الله را، اویله تاجیک در مسکو را پلیلیستشون را تماشا میکنیم همه کسا انشاءالله. به همین لیست یعنی به انجام میرسد. خب کی باشد؟ سمیه تجه رحمت برای دستگیریتون. سلامت باشین. هیچی دستگیری هم نکردیم راستی، شرمنده ایم. Dilshot, good night. See you tomorrow. Good night Dilshot تجه. See you tomorrow. Thank you so much. دسترخوان آشخانه با بسم الله 854 شدن. بله 854 854. خب سمیه ای من کلانم. خب
ما توجیکیم تریپ براتم آنیتیداش گیرون شد با فیلم گیرون شدم بله ها من لیست پاک کردم بله چی شد بود شد از باید آنها موضوع خطی رقص دوران خب در همینجا خداحافظی میکنیم تشکر از همتون برای اشتراکتون برای دستگیریتون علال خصوص تشکر با اپای پینزا بلکسی دلشو تجه سیمی تجه براسی دستر خان زیبا اپای لولا خب دیگر کسانی که نامشون نگرفتیم در این افیر بدن و هستن حالا از یک شما تشکر و تا در سوی نوبتی در امان خدا باشین ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا با هم چی؟ با هاتان نموندن آلیا؟ بلکسی گذاشتین بلکسی با ها رو نموندین بلکسی جا نوشتن که دلشاد 16 بلکسی 16 شاید که خال ها را گفتستن دلشاد با هاتون 5 نوشتین که دلشاد با هاتون 5 خب دیگر کسا را با ها نموندین خب من مقصد 2 نفر موندین همون 2 نفر جواب داده اپای 15 خب خیلی دفعه دیگر میمونن تون انشالله خیلی بلکسی با اپای 15 یا 5 بدن که امشب خوش نمیبره یا 5 بدنش خب یک سیمی تجه دلشو تجه شما چنی بچم بودین تستر نمیگوی یه 15 باها چی خب دلشو تجه آدم های لیست دیگر نامده ایسن ما تا حدی امکان دستگیری میکنیم اگر منم کانال هایی کنم دستگیری کنید مایلی انشالله میگم که لیست با مقصد هدف خودش نرسید خب خیر است انشالله گوید که خواب نمیبرد من چند خواب میکنم دستگیری الو سمیت دل شد بله دستگیری میکنیم یه 15 بها نیست ای را بینی همنام اپای 15 4 اینا 4 تان دادن اپای 15 دل شد معلم راست میگه یه 15 انها شکر اکل خواب میرم مزه کرده دل شد رحمت کلم اپا سمیت جه اپای 15 رحمت بلکسی اپای 15 با نگین چیرز کرد یه 15 نیسوزه 4 بخیر در سرخان فهمه اپا جون سمیت جه رحمت با شما دادر جون دل شد خب با شما هم رحمت معلم سلامت باشین تشکر زیاد با شما رحمت که میآیین دستگیری میکنین خب دوستان همجا خداحافظی کنیم که خواب میرفته است ساعت هم 9:57 شد 15 همه کسا در امان الله باشین سلامت باشین
Hepinize minnettarım برای دوستی میکنید. تشکر زیاد. سمت در پناه خدای مهربان باشین. بدخشان تیوی سلام. بدخشان تیوی سلام و علیکم سلام. خوش آمدین بدخشان تیوی. دسترخوان خنده. بله، خب با آخر افیر رسیدیم. افیر نوبتی درس 31 از سلسله درس های انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 2. همه کس سازیم خوبه. شکری خدا سازیم تنجه میخوایم افیر قد کنیم که 1 ساعت میشه قریب. خیلی همه دا خوبی خوش در امان الله بزرگ باشین. بر شما نیز خوبی خوش موفق و معید سربلند باشین. Канал Светлана ТВ. Привет, друг. Канал ТВ. Светлана с вами. Привет. Добрый вечер. Добро пожаловать. Светлана. Очай Сумайхон салом. Ва алейкум салом. Хуш омадин очай Сумайхон. افیر رو میخواهیم قطع کنیم. خب معلش دوستان، باز فردا ساعت 8 اوچای سمیخون کنکورس با برد کردم مالی امروز. تبریک بهترین. تبریک. خب канал ТВ платим за проездики, друзья. خب не понял ваши слова. Лекция опять Сархон Чор, Семет Чор, баш Мухам Бахо. Очай Смехон Светлана, привет. Канал Светлана Бадахшан, привет. Очай Смехон якум руз рафта бурд кардам. Рахмат. Бехтарин. Светлана, вы таджичка или россиянка? اسلامی کانال 2021 17 لایک بگی زنده باشی شیرین رکا. سلامت باشین. تشکر زیاد. با فکرم فرخشو هستی. تشکر برای دستگیری. Пальцы вверх, ему приятно, а вам не сложно. Учай Смехон Светлана, на вашем канале что есть? Ислами Айноми Фарохшо. Саламат бошин. Учай Смехон Бадахшон Соз Рахмат. Я русская. Не таджичка. Светлана, слово спасибо пишется на букву А или О. Вот поэтому я спросил, вы таджичка или русская. Спасибо или спасибо. Ака кам видеора лайкай, пайкай, мона михел зинда боши. Иншалла насиб. Спасибо или спасибо. Какая правильная, какое слово правильно? Ищу друзей в каждом стриме. Хорошо. Хорошо, да. Дню привет. Спасибо. Спасибо за ваше участие. За ваше участие, Мишават. Привет, как ваши дела? Очень смешно, Светлана. Скажите, если интересно, зайду, конечно. Канал Светлана. Я так просто пишу, не обращайте внимания. Хорошо.
Нет, просто я хочу узнать, какая правильная. Я тоже не очень хорошо знаю русский язык, поэтому спрашиваю. Грамматику понимаю немножко, а на разговорном уровне очень, очень плохо общаюсь. Я Пенза Мигрант, канал Светлана Привет, канал Светлана Сумяхон у меня видео про мой огород. Канал Светлана. Я Пенза Привет вам. Блогер Мамиджа. Teşekkür зиёд апай. Блогер. Я Пенза будем дружить. Ничего страшного. Как вы, как здоровье? Хуш омадин, мама. Хоб, админ лайк. Ташакур. Я просто так иногда пишу больше, никак не могу писать лучше. Хорошо. Канал привет, Хушбошина, блогер вам привет. Зихам. Чаро Бадахшон ТВ, чаро Зихин? Вы пишите супер. Вы пишите супер. Я и Пенза эмигрант. Вы очень хорошо знаете русский язык. Очень хорошо общаетесь по-русски. Может, на стриме преподаете русский язык, русскую. خب من شاید که زبان روسی درس بدیم ما زبان روسی یاد گیریم اپای پنزه Участвую в Светлана, понятно. Канал. У кого какая погода? У нас 26 градусов. Как настроение? Канал, спасибо, стараюсь. Нет, не так. Нет, никак. А почему никак? Вы же хорошо общаетесь по-русски. И вы хорошо пишете. Вы хорошо пишете по-русски, очень грамотно. Светлана Сумяхон, я тоже все поняла. Бадахшон, эфир сообщества. Ташакур, Бадахшон ТВ. Хоб. تشکر زیاد Бадахшон ТВ. Сообщество когда гиря дурачба. Тенджибад. خوبی کانال روسی مای ما در کانال اساسی خودمون شما در آبونه شدگیم در این همین آبونه میشیم این کانال را فقط با خاطر میشکم که یعنی هوی میکنم در کامپیوتر که با خاطر ببینم که افیری خودم چه خیر رفته است. Светлана после эфира зайду, конечно. Конечно. Светлана Сумяхон, я поняла. Я опять глаголы не знаю, для этого нужно всю свою труд использовать. А у меня 4 детей и работа.
и так не успеваю. Да, понимаю. Сумаяхон, Светлана, у нас дождь. Black Sea. Джон Сумаяхон, дар куҷо буде? Чӣ бурд карде канал? Светлана, у тебя бота здесь нету. У тебя бота здесь нету. Не понял. Малим нагин обуна. Да эфиро бояд обуна нагим, фаҳмо, хуб. Rohati official, 18 like. Thank you so much. Канал Светлана Сумаяхон, у нас жара. Светлана, мама блогер, как дела? Как дела? Окей. Сумаяхон. Black Sea дар канали Maya TG конкурс. Я 15. Устоз, шумо хориҷӣ бисёр истифода мебаред. аҷоибот мехонед. Чӣ хеле нафаҳмидам. Хориҷӣ бисёр истифода мебаред. аҷоибот мехонед. Русиро ба англисӣ хондестам. баъзе вақт хеле мехонам. Яъне калимаи русиро ба англисӣ мехонам, калимаи англисиро ба русӣ. Участь мехоҳам Black Sea садрро борд кардам. Беҳтарин. Я 15 ҳарфотам хориҷӣ мебурояд. блогер TG. Не нагин соата мебура. Фаҳмо. Ташаккур барои хабар кардантон. У нас время сейчас 22:08. Rohati official и гап дурӯғе. Ки гуфт и гапа? Чӣ гапа нафаҳмидам. Я 15 мамаҷон чай Сабрина созин тинҷин. Мама блогер канал я балит. Канал я балит нафаҳмидам. Сумаяхон. Светлана, утром у нас жара была а вечер дождь. Мама блогер пензаҷон мешасод хутон созин. Бадахшон ТВ зиқам. Бо чӣ ва зиқем? Апа конкурса медонам. Чӣ бурд карде? Ман конкурс нарафтам, дарс омадам. Шукртен. Black Sea садро бад 15 дӯстон ман равам дар амони Аллоҳ бошен. Дӯстони азиз, манам равам ки раиса мунтазира бо гап нашнавем. Светлана, всех приглашаю к себе на кофе-чай, друзья. Окей. Хорошо. Светлана, зайдите на десерт, ждем. Зиқам. Угол бесте, устаз. Бале. Участь мехона пайзе буд десерт хайми. Я 15 шӯхӣ кардам узр. Ма блогер маълум шӯхиро мебардорен. Бале. Канал Светлана, палцы вверх, ставьте, кто на стриме здесь. Маълум як ссилкамона мумкин аст. Бифармоед. Дар сархон зебо бифармоед. Black Sea. Апа бо ма гуфтам телефон бурд карде садро чия. Светлана, мама блогер Света с вами. Здоровайтесь, привет. Не мумкин нест, манам мемонам. Апа 15. аввал ихе набуд одамо дурӯғ мегӯянд. Нафаҳмидам дар бораи чӣ гап ҳастин. Светлана Дастархон, привет. Maya TGK. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омадед апай Maya. Дастархон як силка мондан чӣ бошад? Яхмоси хонагӣ, домашние мороженое. Тамом. Хоб. Дудаҷон пага спонсор мешен. Майлеш мешам, охи иштирок карда наметавонам ки апай Maya. Хеле гуфтам соати 8 эфир дорам туркӣ, соати эфир дорам англисӣ.
ҳам вақтош агар тағйир медоданд хуб мешад ки мо иштирок мекардем. хуб барои спонсор шудан бо дар инстаграм менависем. хоб киёдор ҳастем дӯстон дар омода бинед.